با سلام و احترام. در این جلسه میخوایم بافت ریز برگ رو کار کنیم، اونم با تکنیک مداد رنگی. همونطور که توی ویدیوی تابلو حافظ براتون کامل توضیح دادم، یه دونه درخت دور قرار با هم دیگه کار کنیم. بافتش بافت فرفریه، مگه اینکه مدلمون سوزنی باشه، چون معمولا درخت‌ها از دور همین حالت فرای ریز دیده میشن. توی ویدیو طراحی با مداد که اصول و ریشه هاش رو گفتم، اونجا توضیح دادم. اینجا قراره این کار رو رنگی انجام بدیم. اولین کاری که میایم انجام میدیم زیر سازه. معمولا توی منظره ها آفتاب تابیده میشه، مگه اینکه منظره شب باشه که بازم بستگی داره چه نوری داره به اون درخت میتابه. پس از زیرساز مشکی استفاده میکنیم. ما فکر میکنیم که حالا نور داره از این طرف میتابه و سایه ها اینجاها تشکیل میشه. طرح پایه رو خیلی کمرنگ کار کردم و شروع میکنیم به ایجاد بافت. ببینید حالت نیم دایره. دو سر نازک. نگاه کنین، این بزرگشه. پرتابی. خب پشت این بوته به صورت نامنظم کوچیک بزرگ میایم. هرچی جلوتر میره فاصله این نیم دایره ها بیشتر میشه و نیم دایره های کمتری رو میکشیم. هرچی به این قسمت های پشتی میایم تراکم بیشتر میشه. بوته روی بوته هم قرار گرفته. اینجوری نیست که کامل این قسمت رو حالت کروی کار کنیم، نه. قسمت پشتی کار تیره تره، نیم دایره ها به هم نزدیکترن، تراکم بیشتره و هرچی جلوتر میاد همونطور که دارین میبینی کم رنگ تر میشه. این قسمت هم به این سمت میبینید. خیلی خیلی ساده است، فقط باید براش وقت بذارید. ریز ریز کار کنید که درختی که میکشید هم طبیعی بشه، هم ظریف و زیبا به نظر بیاد. اینجاها به خاطری که داره نور میتابه این نیم دایره ها رو داریم ولی کم رنگ دار. بچه این بافت فرفری ریز، دیدید بعضی از عروسک ها خزن، ولی خز فرفری این شکلی دیدید دیگه. اینو برای اون عروسک ها هم این بافت رو میتونید ایجاد کنید. این بافت بسیار ساده است. اینم زیر کارشه. هرچی جلوتر میاد کم رنگ تر میشه. جایی که نور هست، جایی که نور بهش نمیرسه و سایه تشکیل شده هم نگاه کنید. یه بوته دیگه من میام اینجا ایجاد میکنم. این برای زیر کار.
با مداد مشکی. برای تنه درخت چون نور از این طرف تابیده، این قسمت تنه ما سایه رو داریم. یعنی اینجاها روی تنه درخت، اونم بازم نامنظم، صاف و صوف نیست. تنه درخت ما این سایه ها رو ایجاد میکنه. این طرف در حد این که بخوایم این خط تنه درخت رو که با مداد کشیدیم یه کمی محوش کنیم، یه کمی نمایان و مشخصش کنیم، وگرنه خیلی سایه نمیخواد. سایه اصلی این ور تشکیل میشه. بریم برای رنگ‌گذاری. این از لایه زیرین. در مرحله ما 4 تا سبز داریم. هرچی سبز داریم برداشتیم. ببینیم کدوماشون به اون رنگی که توی مدل ما هست نزدیکتر. از تیره ترین انتخاب میکنیم. یه سبز لجنی. برای قسمت های تیره تا اونجایی که امکان داره سعی میکنیم روی جاهایی که با مداد مشکی کار کردیم با حوصله، با نوک تیز مداد همون کارا رو دوباره انجام بدیم. جاهایی که تیر از تیره نگاه کنین به این حالت کوچیک بزرگ. حواستون باشه توی جاهای روشن، قسمت‌های روشنی که اون بوته برگ ها هستن شما هم روشن کار کنید اون نیم دایره ها رو. اشکالی نداره حالا اون لایه‌ای که با مشکی کار کردین برای این کناره ها یه کمی رنگ بزنه بیرون. یعنی حالا این که این نیم دایره رو دارید میکشید رنگش پیدا باشه، چون دیگه شما زیرسازتون رو زدید و بعضی از این برگ ها که پشتش نور میخوره از دور تنه درخت میزنه بیرون. حواستون به نوری که لابلای این ریز برگ ها هست باشه. این نورا رو خفه نکنید. خیلی هم پرکار نمی کنیم این رنگ سبز لجنی رو. خب میریم برای رنگ تیره بعدی. توی اینا میشه این همین کار رو دوباره بسیار ساده ولی زیبا میشه نتیجه کار. اینو یادتون باشه نه فقط برای تر ریز برگ و درخت، برای بافت فرفری منظورم نیست. کلن هر چی بیشتر وقت بذارید برای کارتون، ارزش قائل باشید، با حوصله کار کنید، نتیجه کارتون هم قشنگتر میشه. این یه قانونه. همینو یادتون باشه و بخواید اجرا کنید کلی جلو میفتی. این دوتا میرن کنار، این دوتا موندن. باز تیره ترین رو برداریم. برای بعضی از درخت‌ها که شاخ برگ ها لابلای این برگ ها پیداست خوب دقت کنید. برای اونا اول ما میایم تنه رو کار میکنیم، ولی اینجا خیلی مهم نیست که کدوم اول کار کنید.
برای جایی که این تنه درخت و شاخه ها دیده میشه، اول تنه درخت، بعد بازم یه کمی میزنه بیرون. روشنایی وسط کار حواسم هست. میریم سراغ سبز بعدی. ببینید تا اینجا نتیجه کارو. این آخرین سبزیه که داریم. توی قسمت‌های روشن بیشتر ازش کار میکنیم. اشکالی نداره اینجا هم یه کمی بزنه بیرون. بعد میایم توی قسمت‌های تیره. که همین رنگ رو توی قسمت‌های تیره هم بتونیم بچرخه و داشته باشیم. اینجا یه بوته دیگه ریزی من اینجا لایه گذاری کنم. که درختمون از این یک دستی در میاد. یه کمی از زرد میایم استفاده میکنیم. زرد خیلی روشن، چون ممکنه توی مداد اونم توی قسمتایی که نور درخت هست. بریم برای تنه درخت. از رنگ قهوه‌ای استفاده میکنیم. روی قسمتایی که مشکی کار کرده بودیم میریم و آروم سایه میزنیم به سمت داخل. خیلی ظریف. می‌بینی چقدر ساده بود. تموم شد. در پایین درختم که قبلا گفتم به صورت پرتابی همین 4 تا سبزی که داشتیم و دوباره میریم میاریم. تیره ترین رو برمیداریم با نوک تیز مداد پرتابی، کوچیک، بزرگ، خیلی ظریف. بعضیا به این ور، بعضیا به اون ور. دوباره سبز تیره تر، چون اینا تو زمین در اومده به سمت بالا. پرتابی بزرگ، بعضی ها کوچیکن، بعضی ها بزرگن، بعضی ها رو باد زده به جهت های مختلف. مداد بعدی. با حوصله بچه ها، حوصله. مهمترین چیز حوصله است. و آخرین سبز. همین.
امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. منتظر تمرین قشنگتون هستم.